با سلام مجدد خدمت دوستان و یاران گرامی، خیلی خوش اومدید به درس 14 آموزش HTML. در امروز هم سعی میکنم در مورد چند تا موضوع با هم دیگه صحبت بکنیم تا بتونیم دانش خودمون رو در زمینه شناخت بیشتر صفحات وبسایت و در نهایت استفادهمون در SEO بالا ببریم. در ابتدا میخوام در مورد یکی از مهمترین تگ ها در زبان HTML رو صحبت بکنم که فوق العاده رو SEO خیلی تاثیرگذاره و معمولا به نام HTML هدینگ میشناسن، یا اگر بخوام به زبان خودمون تبدیل بکنم و ترجمه بکنم میشه سرتیتر. بله کاملا درسته. شما روزنامه رو اگر در نظر بگیرین، روزنامه یه سرتیتری داره. اگر سایت رو هم، حتی یه سایت خبری یا حتی یه سایت غیر خبری هم در نظر بگیرین، اون هم برای خودش دارای سرتیتر هستش. در زبان HTML ما 6 تگ داریم که همه این 6 تا تگ هم از خانواده بلاک لول هستن، مثل پاراگراف عمل میکنن. از تگ H1 شروع میشه تا تگ H6. H هم مخفف همون کلمه هدینگ هستش. H1 بزرگترین سایز رو داره و H6 هم کوچکترین سایز رو داره و اینا به لحاظ سایزی با هم دیگه تفاوت دارن. یعنی عملا اگر من روی try it yourself کلیک بکنم میبینید که H1 بزرگترین سایز و H6 هم کوچکترین سایز رو داره. و البته اگر سوالتون اینه که آیا ببینم میشه مثلا با CSS اینو تغییر داد، رنگش رو عوض کرد، فونتش رو عوض کرد، یا اینکه سایزش رو بشه تغییر داد، میتونیم این کارو بکنیم. جواب مثبته و 100% میتونیم این کارو بکنیم. ولی واقعا در معنای واقعی اینا چه تفاوتی با هم دیگه دارن؟ تفاوتش فراتر از سایزشه بچه‌ها و تفاوتش برمیگرده به SEO، به صورتی که اگر در داخل صفحه متنی رو، حالا تیتری رو اگر اینطوری بگم خیلی بهتره، اگر متنی رو یا تیتری رو در داخل H1 بزنین، درجه اهمیتش نسبت به H2 بیشتره و H2 درجه اهمیتش نسبت به H3 بیشتره و الی آخر. بنابراین نکته که خیلی اهمیت داره، یا میتونم بگم دو تا نکته که خیلی اهمیت داره، اینه که مهمترین، حالا اون تیتر یا اون متن یا اون کلمه رو در داخل H1 بذارین. این یه نکته. نکته دوم اینه که به ترتیب بیایم پایین، یعنی مثلا توی صفحه 2 تا H1 استفاده نکنین. اگر از H1 یک بار استفاده میکنیم، بعدش برین از H2 استفاده بکنیم. برای موتور جستجو خیلی اهمیت داره. و نکته بعدی که نکته SEO هست، میخوام خدمتتون عرض بکنم که از این تگا بیهوده و الکی در داخل صفحات وبسایت خودتون استفاده نکنید. بذارین دو تا وبسایت رو از این منظر با هم دیگه بررسی بکنیم که بهتره از H1 استفاده بشه، بعد از H2 استفاده بشه، در داخل صفحه دوبار H1 استفاده نشه. من از سایت آمازون شروع میکنم. من توی سایت آمازون وارد یه محصول شدم، فرقی نمیکنه حالا محصول چی هستش، و میبینی که محصول عکس داره، توضیحات داره، ولی یه تایتل اصلی داره که معمولا حالا بولد بودنه. من اینم بهتون بگم، خاطرم رفت بهتون بگم که ذات این تگ های H، حالا چه میخواد از یکش باشه تا 6ش باشه، ذاتاً بولده. یعنی انگار شما یه متن رو برداشتی، سایزش رو بزرگ کردی و تگ استرانگ رو بهش اعمال کردی، ولی خب خودش در ذات خودش هم سایزهای مختلفی داره، 6 تا سایز داره، همین که ذاتاً همین ها در وضعیت بولد قرار گرفتن. بنابراین توی سایت آمازون میبینید که این هدینگ، حالا برای کاربر فرقی نمیکنه، شما همین هدینگ رو هم میتونین با CSS درستش بکنین، بزرگش بکنین، با استرانگ بولدش بکنین، رنگش رو عوض بکنین. ولی خب خدمتتون عرض کردم اینا ماهیت SEO دارن و فصل 2 به بعد رو که حتما احتمالاً اگر برنامه یاد گرفتن SEO رو دارین حتما نگاه خواهید کرد، در اونجا من بیشتر راجع به این موارد با شما صحبت کردم. بنابراین اگر من این رو کلیک راست بکنم، حالا خیلی نیازی نیست سورسش رو بگیرم چون ممکنه دنبالش بگردم و بخوام دنبالش بگردم و زمانم دست بدم. کلیک راست که بکنم و روی اینسپکت که کلیک بکنم، میبینم که بله کاملا درسته. حالا کار نداریم که الان در داخل تگ اسپنه، ولی خب میبینید که الان این اسپنه در داخل H1 و مطمئن باشین، شک نکنید که الان اگر در داخل سورس این صفحه آمازون بگردین یه تگ H1 دیگه پیدا نمی‌کنیم. میتونیم یه مثال دیگه رو با هم دیگه بررسی بکنیم. مثال اطلس وب. من در داخل وبسایت اطلس وب، شرکت طراحی سایت اطلس وب، وارد یه مقاله شدم. میبینی که تکست وجود داره، متن وجود داره، تصویر وجود داره، لینک وجود داره. ما در مورد همین رو صحبت کردیم، ولی این مقاله یه تایتل داره که من اگر کلیک راست بکنم و روی اینسپکت کلیک کنم، طبعا شما اگر نگاه بکنیم بله H1 و بعدش هم H2، یعنی نیومده دوباره طراح از این
یا این قسمت رو در داخل H1 قرار بده. H1 یه بار استفاده شده، H2 یه بار استفاده شده و بعدی اگر دوباره اهمیت داشته باشه میره در داخل H3 قرار میگیره. بازم اگر بخوام یه مثال دیگه بزنم، در داخل سایت درج آگهی میبینید که آگهی متعددی وجود داره. هر آگهی هم طبیعتاً تایتل مربوط به خودش رو داره. طبیعتاً اگر روی این آگهی کلیک بکنم، آندرسکور بلانک هم هست و روی این کلیک بکنم و اینسپکت بکنم، میبینید که در داخل تگ H1 وجود داره. و اگر بخوام صحبت‌های خودم رو راستی آزمایی بکنم، من میتونم این رو کلیک راست بکنم، روی ویو پیج سورس کلیک بکنم و روی کیبورد خودم کنترل رو بگیرم F رو بزنم تا اون فایند یا سرچ بر من باز بشه و سرچ میکنم تگ H1 رو. میبینی که اینجا یه دونه H1 وجود داره و اونم تایتل اون آگهیه. H1 بستم که وجود داره و دیگه چیزی رو پیدا نکرده و میبینید که دقیقاً این قانونی که خدمتتون عرض کردم در اینجا هم میتونه مستتر باشه. عرضم به خدمتتون خود سایت WT Scores هم گفته خیلی اهمیت داره، یعنی همه مطالبی که من خدمتتون عرض کردم در اینجا وجود داره و ذات بولد بودنش هم توضیح داده. اگر میخواین با CSS، حالا قبل از که اصلا کورسای CSS رو خیلی کامل نگاه بکنید، با CSS اگر بخواین عوض بکنیم از پراپرتی فونت داش سایز عددی بر حسب پیکسل، البته در CSS واحدهای دیگه وجود داره مثل REM، NEM و چیزهای دیگه، ولی خب به هر حال شما اگر لازم دارین که H1 تون H1 باشه ولی سایزش بزرگتر باشه، شما حتی میتونید به قول معروف عدد مورد نظر رو در نظر بگیرین. خدمتتون دوباره تکرار میکنم که موتورهای جستجو، حالا به نمایندگی شاید گوگل، CSS رو نمیخونه، یعنی انگار این هدینگ وار رو به این سایز نمیبینه و بیشتر به اون ذات HTMLش، یعنی به این کار داره. اما اگر من اینو بردارم و حذفش بکنم، بیشتر به این کار داره، یعنی نشون میده یا ما به واسطه H1 داریم به موتورهای جستجو میگیم که این متن در داخل کل صفحه و در داخل کل بادی، البته بیشتر بحث بادی خیلی خیلی اهمیت داره. حالا دیگه اهمیتش رو برمیگرده به خود شما که چرا میخواین اون متن رو، چرا میخواین اون جمله رو، چرا میخواین اون کالا رو، چرا میخواین اون خصوصیت رو نسبت به متنای دیگه ای داخل صفحه که ممکنه خیلی زیادم باشن بخواین در وضعیت حساستر و مهمتر، نمیتونم بگم بولدتر، بولد به اون معنای استرای نیست ولی بولد به معنای مهم بودنش میتونه باشه. چرا میخواین این کار رو انجام بدین؟ حالا صحبت‌های بیشتر راجع به تگ‌های H1 یا H6 و کل این مجموعه و ساختار و کاربردهاش رو حتما دوستان در درس‌ها و فصل‌های آینده که در زمینه سئو در خدمتتون خواهم بود میتونین کامل متوجه بشیم. بریم سراغ یه تگ دیگه که هیچ ارتباطی به هدینگا نداره ولی خود سایت WT Scores در این قسمت آورده و اونم تگیه به نام Horizontal Rules، یعنی خط افقی. بله لازمه، خیلی جاها لازمه که ما برای جدا کردن قسمت ها، برای متمایز کردن بخش ها بیایم از یه تگ استفاده بکنیم که یه خط افقی. ما در زبان HTML خطی نداریم، یعنی تگی نداریم که خط عمودی برای ما بکشه مگر که با واسطه CSS و اینها این کارو بکنیم، ولی در زبان HTML تگی داریم مثل همین تگ HR که این تگ HR مخفف همون کلمه هوریزونتال رول هستش. یادتون باشه بچه بلاک لوله و تگ بسته نداره چون خودش یه آبجکته، قرار نیست مثلا تکسی داخلش قرار بگیره. خودش اینطوری بگم شاید خیلی بهتره، خودش. بنابراین جزو تگای امتی تگه، یعنی تگ بسته نداره. اگر بخواید میتونین یه اسلش هم آخرش بذارین، نذاشتین هم اشکالی نداره و جزو تگای بلاک لوله. یعنی عملاً اگر روی try it yourself کلیک بکنم طبیعتا میبینید که خب این یه دونه H1، این یه دونه P و اینم یه دونه HR. اتریبیوت بچه‌ها زیاد داره، تقریبا 3-4 تا اتریبیوت داره ولی همه از بین رفتن، مثل رنگش. یعنی اولا اینا رو دیگه با CSS باید مدیریت بکنی، ولی من می‌نویسم مثلا HR اتریبیوت کالرش، نمیدونم اگر تفسیری بکنه این، بله سایز وایدشه، مثلا وایدش الان 100%، من میتونم بگم که وایدش مثلا چه میدونم 50% باشه. یعنی هم میتونیم به مقدار درصد بدین، هم میتونیم به مقدار پیکسل بدین. حتما تفاوت درصد و پیکسل رو به دلیل اینکه کلاس‌های طراحی سایت نیست این فصل، حتما در کلاس‌های طراحی سایت آموزش HTML و CSS که میتونید از طریق سایت الگوها تهیه بفرمایید کامل خدمتتون عرض خواهم کرد. حالا میریم لیست اتریبیوتاشو با هم دیگه بررسی میکنیم، ولی عموما اتریبیوتاش از بین رفته، یعنی در HTML5 دیگه پشتیبانی نمیشه و جایگزینش
میتونه زبان CSS باشه. من برمیگردم به H ها. این H هایی که خدمتتون عرض کردم، این هدینگ هایی که خدمتتون عرض کردم، یه اتریبیوت بیشتر نداره، اونم الاینه که بازم در HTML5 دیگه ساپورت نمیشه و به واسطه CSS الاین لفت و سنتر و رایت که دیفالتشون لفته چون زبان انگلیسی چپ به راسته، ولی اگر بخوایم میتونیم مثلا این رو یا بذاریم پایینی، حالا قشنگ‌تر هم بشه، الاینش رو سنتر بکنم و این رو اگر زبان فارسی خب طبیعتا بهتر. این دیگه ربطی به دایرکشن نداره. میبینید که بله دقیقاً چپ، وسط و راست میتونه وجود داشته باشه که خدمتتون عرض کردم به واسطه CSS شاید بهترین راهکار برای تغییر الاینمنت اون میتونه باشه. مطلب دیگه ای وجود نداره در اینجا. بریم اکسرسایزش رو حل بکنیم چون دیگه خیلی مطلب خاصی وجود نداره. یه مقدارم در مورد هد صفحه دوباره صحبت کرده دوستان عزیز که من در جلسات اول و دوم در مورد هد صفحه با شما صحبت کردم. یادتونه هد کجا بود، بادی کجا بود و تگ HTML چیکار میکنه، هد در کجا نوشته میشه که اومده توی هد دوباره یه تایتل، یه تگ متای کاراکتر UTF-8 هم هستش که برای معمولاً وبسایت‌های غیر از زبان انگلیسیه. قبلا هم خدمتتون عرض کردم یونیورسال تکست فرمت ربطی هم به زبان فارسی نداره، ولی اگر واقعا سایتتون زبان فارسیه حتما این تگ متا رو، در مورد متا بیشتر صحبت میکنم، الان نمیخوام راجبش بیشتر صحبت کنم، ولی خیلی هم ربط به سئو داره. یعنی یه ارتباط عجیب غریبی بین متاها و سئو وجود داره که بخشیش جهت آشنایی در این فصل، عمده‌اش در فصل‌های آینده که ربط به سئو داره حتما باتون صحبت خواهم کرد و یه مقدار اینا رو توضیح داده. خیلی چیز خاصی نیستش و گفته که هر آنچه که در قسمت هد صفحه قرار بگیره برای کاربر نشان داده نخواهد شد و کاربر اون رو ملاحظه و مشاهده نخواهد کرد، چیزی که ما اصلا قبلا هم در جلسه اول و دوم و سوم دائما داریم تکرار میکنیم که فقط کاربر چیزایی که تو قسمت بادی صفحه باشه رو میتونه ملاحظه بکنه. بعد نیست با هم یه اکسرسایز و تمرینش رو با هم دیگه حل بکنیم ببینیم اگر نکته دیگه وجود داره بنده خدمتتون عرض بکنم. 4 تا آزمون بر ما در نظر گرفته. آزمون اول میگه که شما از یه تگ درست HTML استفاده بکنین برای اینکه کلمه‌ای به نام لندن یا لندن رو بخواید تبدیل به هدینگش بکنید. شاید اینجا منظورش همون H1 باشه طبیعتا، چون ما اگر بخوایم هدینگ ها رو بنویسیم نمیایم از H5 استفاده بکنیم که گفتم اون سلسله مراتب رو رعایت بکنید. یعنی اول H1 استفاده بکنیم بعد H2 استفاده بکنید، نه از مثلا 6 بریم به سمت 1. به این صورت نباشه. بنابراین من کلمه لندن رو در اینجا قرار میدم و سابمیت کاملا درسته. بریم سراغ سوال شماره 2. میگه یه خط افقی بنداز بین این هدینگ و این پاراگراف. خب طبیعتا HR اینجا اشاره خاصی به اتریبیوتش نکرده، نگفته مثلا رنگش اینطوری باشه یا با CSS این کار انجام بده، فقط گفته یک HR بنداز. بله کاملا درسته. بریم سراغ سوال شماره 3. خب اینجا یه مقدار تگا بیشتر خواهد بود. میگه در اینجا 6 تا هدینگ بنداز و کلمه هلو رو داخلشون بنویس، بعد طوری بنویس که اولین هدینگ اهمیتش بیشتره، یعنی منظور H1 دیگه طبیعتا، و هدینگ های پایین تر اهمیت، یا کلمه هلوی پایین تر اینطوری بگم بهتره، هلوی اول اهمیتش بیشتره و همینطوری اهمیتش کمتر میشه تا در نهایت شاید به کم اهمیت ترین هدینگ برسه کوچیکتر، یعنی منظور H1 تا H6. خیلی ساده H1 می نویسم. شاید بقیه رو بچه بخوام کپی پیست بکنم که زمانمون از بین نره. کپی، چون من میخوام جواب درست بگیرم پس مجبورم این کار رو انجام بدم. 2 3 4 5 یه دونه رو فراموش کردم. بله به این صورت سابمیت. بسیار عالی. و آزمون آخر در این زمینه میگه این جملاتی که و پاراگرافایی که اینجا وجود داره رو اولی، یعنی این کلمه منظور اینه، بیشترین یه کاری بکنین که به واسطه تگی بیشتر اهمیت داشته باشه. بعد کلمه بعدی که این باشه به واسطه تگ اهمیتش از این اولیه کمتر باشه، یعنی منظورش اینجا H1 بنویس، اینجا H2 بنویس. و بعدم کلمه عباد به عنوان سومین کلمه اهمیتش یه مقدار کمتر باشه. و بعد هم گفته آخریه رو تبدیل به پاراگراف بکن. خودش گفته شروع بکن با بیشترین اهمیت، یعنی H1 بزرگتر و پایینیه، یعنی عملا اینجا میشه H1 تگ H1 بسته میشه، H2 H3
و اینجا هم خودش گفته تبدیل به پاراگرافش بکن. پاراگراف باز یه فلش بک زده به قول معروف با این پاراگراف یه فلش بک زده به فصل‌ها و درس‌های قبلی. سابمیت بله درسته و اینم از این اگزرسایز ها کاملا تو بحث حالا پاراگراف ها و موارد دیگه کاملا انجام دادیم و با موفقیت پشت سر گذاشتیم. اما بریم اتریبیوتاش یه بررسی بکنیم. مثلا این H1 تا H6 رو من باز میکنم که خدا نکنه چیزی رو از قلم ننداخته باشم. حالا مرورگر که پشتیبانی میکنن الاینش رو میبینید لفت و ساپورت نمیشه، لفت ساپورت نمیشه و میگه از CSS استفاده بکنید. CSS هم اینه، مثلا شما H1 رو میتونید مثلا فونت سایزش رو عوض بکنید. اگر علاقه دارین که زودتر اینا رو یاد بگیرین میتونید از اینجا این کار رو انجام بدین. HR اتریبیوت بچه زیاد داره، شاید یه کوچولو بخوام بهتون توضیح بدم. اول اینکه مرورگر پشتیبانیش میکنن. الاین که دیفالتش اصلا موقعی که 100% باشه الاین دیگه معنا نداره دیگه، چون 100% کل اون ناحیه رو پر میکنه. نوشید قبلا مرورگرای قدیمی یه شادو یا یک سایه روی HR مینداختن که نو شید برای برداشتن اون سایه بود. الان دیگه اصلا مرورگرا سایه هم دیگه نمیندازن دیگه، یعنی عملاً این اتریبیوت اصلا دیگه کاربرد نداره. سایز هم که من براتون استفاده کردم و واید هم که سایز ضخامتشه بچه‌ها، اینو حواستون باشه. وایده که طولش رو کنترل میکنه. من اگر برگردم و به قول معروف در اینجا میتونم این رو باز بکنم و یه سایز یه کوچولو بهتون توضیح بدم. ببینید سایزش اینطوریه. حالا من الان سایز رو میتونم به قول معروف اول یه رنگ بدم، این رو بهتر متوجه بشین کجاست، اینه. ولی سایزش میبینین یک نیست، یعنی سایزش اگر بخواین یه پیکسل بذارین به این صورت میبینین سایز یه پیکسل اینه. واحد پیکسل هم که نمینویسن. سایزش دیفالتش 2، اینم الان اگه میخواین بدونین، ولی حالا اگه میخواین بیشترش بکنید یا 6 بکنید. اوکی، سایز با واید فرق میکنه. اون زمانی که بچه‌ها سر کلاس امتحان میدادن گاهن یا عموما این دوتا رو با هم دیگه تمیز نمیدادن و اشتباه میکردن. واید طولشه یعنی افقی، سایز ارتفاعشه، ضخامتشه. اینطوری بگم خیلی بهتره. تگ هد، ببینیم تگ هد چه چیزایی داره. تو بحث تگ هد رو ما قبلا بحثشو بستیم. حالا تو تگ هد اینها نوشته میشه. مثلا الان اینجا چیزی که گفته اینه که تو بخش هد تایتل رو خب بررسی کردیم، CSS نوشته میشه، بیس رو بهتون توضیح میدم، لینک رو بهتون توضیح میدم، متا رو یه مقدار با هم دیگه بررسی کردیم. کل متا تو بخش هد صفحه نوشته میشه. تگ اسکریپت و نو اسکریپتی که جلسه قبل با هم دیگه بررسی کردیم. بنابراین الان متوجه میشین که توی تگ هد باز و تگ هد بسته فقط به جای اینکه تایتل نوشته بشه و متا و اسکریپت ها، شاید از تگ لینک و بیس هم بتونیم استفاده بکنیم تو این زمینه. تگ بعدی که اینجا میتونم یه اشاره بهش بکنم تگ بادیه. خب میدونین که تگ بادی چه کاری رو انجام میده. اینجا در مورد بادی من دیگه صحبت نمی کنم. اینا دیگه از بین رفته، همه‌شون از بین رفته. یادتونه بهتون گفتم به واسطه CSS میتونین رنگ لینک های بازدید شده، رنگ لینک های بازدید نشده. درس 9 حتما نگاه بکنین تو این فصل. اتریبیوت هایی وجود داشت در HTML که این کار انجام میداد، مثل A link، active link، این لینک یعنی لینک های بازدید نشده، وی لینک، ویزیتد لینک به معنی لینک های بازدید شده. بیجی کالر هم رنگ صفحه رو عوض میکرد، رنگ کل بادی رو عوض میکرد. یعنی عملا اگر من بیام در اینجا یه تست بگیرم، اگر یه ادیتور پیدا بکنم و اینجا یه تست بگیرم بیجی کالر پینک مثلا، میبینین که رنگ بادی رنگ صورتی شد. ولی دیگه الان به واسطه اینها این پروسه رو مدیریت نمیکنن. همه اینا که نوشته نات ساپورت یعنی با CSS میشه همچین اتفاقی بیفتد که حالا طبیعتا اینجا یه مقدار بهتون توضیح داده. تگ HTML رو با هم دیگه بررسی بکنیم. تگ HTML هم یکی از اون تگ‌های اولیه بود که ما با هم دیگه بررسی کردیم. HTML خب مثلا HTML اگر نباشه یعنی اصلا کل صفحه وجود نداره، فقط یه اتریبیوت داره به نام این اتریبیوت که بهتر ولیوش این باشه که اگر در داخل صفحه‌تون فایل XML استفاده کردین بهتر این اتریبیوت با این ولیو داخلش وجود داشته باشه تا فایل XML به صورت درست در داخل وبسایتتون نمایش داده بشه و در تفسیر شدن فایل‌های XML مشکلی وجود نداشته باشه. بنابراین این درس هم به پایان رسید و تا درس بعدی که به زودی باز خواهم گشت شما رو به خدای بزرگ میسپارم.